دومین روزی تابستان هم فرا رسید و این هم معنای آن را دارد که روزنه تابستانی ترانسفری در فوتبال اروپایی رسما گشوده شد و برنامه ترانسفر در عمل نیز از این بعد فراگیر جالبترین ارتباطات ترانسفری خواهد بود. با کل شما سلام، برنامه را آغاز میکنیم. بودجه باشگاه فوتبال لیورپول به درجه ضعیف است که برای خریدن بازیکنان نو باید که سرخا بازیکنان نالازم را فروخته از حساب درآمد خویش برایشان اجازه دهند تا چهره‌های نو دعوت به تیم کنند. اما نوابسته از این، لیورپول از گزارش حمایتگر RB لیپزیگ ابراهیم کناته اعلان نموده گفته می شود که مبلغ گزارش این بازیکن 22 ساله به جانب مرسیسایدی 40 میلیون پوند را تشکیل خواهد داد. اکنون موضوع مذکور را با مشکلات‌های لیورپول ادامه می‌دهیم. به طور علاهیده اگر بگیریم، خریداری حمایتگر مرکزی برای جانب سرخ‌ها کای‌ها باز در همین تابستان مقصد اولیه به حساب می‌رفت. چرا یورگن کلوپ ماز به پرقدرت‌کنی این موقع پورا نیاز دارد. الکی در ماه مارت ما اطلاع داده بودیم که لیورپول نقشه دارد که ابراهیم کناته را از RB لیپزیگ خریداری نماید و نقشه دارد که بر عوض 35 میلیون یورو چنین کار را انجام می‌دهد. کلوپ هم بران است که عیناً همین بازیکن قادر است که برای همصفی ویرجیل ون دیک در هیئت اساسی چهارگانه دفاع شدن مبارزه میبرد و با وجود قامت 193 سانتی متر همچنین با سرعت قله خود با اسلوب خاصه لیورپول مطابقت خاصه دارد. در ردیف کاناته که با آمار 100 بازی در صف RB از زمان گزارش از ساشای فرانسوی در سال 2017 میباشد، لیورپول همچنین پاو تورس از ویلیاریال و دو چالت سر از مارسیل را زیر نشان گرفته است. وان دیک، جو گومز و ژوئل ماتیپ از بازیکنان خط دفاعی لیورپول جراحت جدی برداشته در موسم سپری شده تنها 22 بازی کردند و خلاص و محض برای همین باید که در این سمت مشکل را حل نمود. حمایتگری دیگری که لیورپول در زمستان برای نجات موسم طریق اجاره آورد این ازان کاباک از شالکه می باشد که اخیراً با سبب‌های افضلیت خاصه نسبت کناته و بازی علاصفت جفتی نتانیل فیلیپس و ریس ویلیامز در خط دفاع دیگر بر عوض 18 میلیون یورو خریداری نشد و دوباره خواطر و افسرده حال از لیورپول کنار رفت. در مورد حمایتگران کناری باشد میتوان گفت که کلوب از کاستاس سیمیکاسی در زمستان بر عوض 11 میلیون یورو از اولمپیاکوس خریداری شده و نیکو ویلیامز چون بازیکنان احتیاطی برای رابرتسون و ترنت الکساندر آرنولد راضی می باشد. در مورد جلب سرمایه برای خریداری کناته اگر حرف زنیم، اینجا با احتمالیت زیاد می توان گفت که لیورپول در مورد فروش هری ویلسون، مارکو گرویچ و تاکومو مینامینو فکر نموده دیوک آریگی و جردن شکیری از دست می روند و لوریس کاریوس، شی اوجو، بن وودبرن، لیام میلر و تایو آوانی همچنین فروخته می شوند. یک زمان اگر یادتان باشد قریب در همین نشرهای برنامه پیوسته سخن سری هالند و مباپه می رفت، اما حاضر باشد دوم بار از داناروما می گوییم. از نفری که واقعا هم استعداد چشمرس و چهره سرشناس و نفر آینده‌دار در فوتبال معاصر است. پس از آنی که بر عوض داناروما الکی میکمنیان را از لیل قهرمان آوردند و خوش پذیرایی میکنند، داناروما را باشد در بارسا و یووه سخت انتظارند. طبق اطلاع ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو، پیشنهاد آخرین میلان برای داناروما این قرارداد 2 ساله با معاش سالانه 7 میلیون یورو، 1 میلیون در شکل علاوه پولی ها و حق خریداری بر عوض 20 میلیون یورو در صورت نبرآمدن به لیگ قهرمان ها بود. اما چطور لاگازتا دلو سپورت نوشته بود، رایولا میخواست برای جانلویجی معاش سالانه 10 میلیون یورو و همچنین 20 میلیون در شکل پاداش پولیا کار کند، چیزی که به میلان معقول نشد و جانب رسانه‌ای از فرانسه دروازه‌بانی نو آوردند. از روی معلومات خود همون دی مارسیو باشد واریانت اساسی برای داناروما بارسلونا بوده. مناسبت نیکی لاپورتا و رایولا در این کار نقش حل کننده خواهد باخت. نشریه 90 مین باشد در خصوص گفت و شنیدها با چلسی می نویسد، اما واریانت از همه کم باور باشد گزارش به یوونتوس است. دروازه‌بان 22 ساله برای دسته تورین اسلحه خوب میشد، اما وایسخ شسنی که در شرطنامه 3 سالی دیگر دارد و مناسبت خوب با ماکس الگری می تواند صدگذار اصلی در این راستا بگردد. در سری آ همچنین سابق سرمربی زنیت و اینتر لوچانو اسپالتی تمرین‌دهی ناپولی را به گردن گرفت. مالک باشگاه فوتبالی ناپولی باشد این مورد چنین گفت:
من خوشحالم اعلان کنم که لوچانو سپالتی شروع از سنه 1 ایول مربی ناپولی می شود. خوش آمدید لوچانو، یک جای ما کاری اعلی صفت انجام خواهیم داد. علاوه نموده است پرزیدنت تیم ناپولیتانی. جای کاری پیشینی سپالتی باشد اینتر بود که از آنجا لوچانو در سال 2019 رفته در صف ناپولی باشد سپالتی جنارو گاتوزو را عوض کرد. پس از رفتن رسمی سرخیو آگوئرو از من سیتی، بارسا رسما گزارش این ارژنتینی را به کامپ نو اعلان کرد. شرطنامه با آگوئرو به مدت 2 سال بسته شده. دسته من بعده خریدارش باید که 100 میلیون یورو پرداخت کند. چطور بارها گفتیم تابستان قبلی بارسلونا نهایت نادرست و بی‌فکرانه سوارز را تقدیم دشمنان نمود. نفری که با چشمانی پر از اشک دسته دوست داشتنی را ترک گفت و باز همین موسم اتلتیکو را به نخستین بار از سال 2014 قهرمان کرد. نیلوناری‌ها عوض کننده سوارز را تا حال پیدا نکرده. از روی منطق باید که سرخیو 33 ساله جای اوروگوایی را بگیرد. سرخیو آگوئرو اصلا چون دوستی نزدیک مسی خریداری شده، از این پس کم باور میتوان کرد که لئو از دست می رود. اگر که سرخیو دامنگیر جراحت ها نشود، او به پرگی قادر است که 2 موسم بعدی در سطح نقص بازی نموده. هرچند که در منتخب ارژانتین با مسی تا حال نتیجه نظر است ندارد، در بارسا با کمک بازیگران پرمهارت اسپانی تکرار کامیابی های سیتی میکند. بارسلونای بزرگ باشد به مثال شوروی یک زمان بزرگ بازسازی کلیدی انجام دادن است. بازگشت به نقشه سال 2003 از جانب لاپورتا با وجود چنین مشکلات‌های چشمرسی مالوی یا کلی چیزها را به پیروزی میبرد و یا که به مثال کاری کرده گورباچوف در سر قدرت سرخوری امپری بزرگ می شود. از 18 سال قبل نیز مشکل مالوی بارسا را دامنگیر بود، اما پرزیدنت نو تعیین شده در سیمای لاپورتا کلی چیز را به خوبی درست نمود و عین زمان هم کار بسا بزرگ لاپورتا را در راه برآمدن دسته از باطلاق بورانی در پیش است. 4 سال بی‌جایزه‌ای و قرض‌های بزرگ تا سال 2003 به طور وضع داخلی را تنگ نموده بود که لاپورتا را لازم شد در صف راهبری کننده تغییرات‌های چشمرس کند و کار با قرض‌ها را در مد اول بماند و از جانب دیگر به خاطر به اعتدال آوردن وضع مارک اوورمارز برای وضع 40 میلیون، خاویر ساویولا 36 میلیون، خرارد لوپس 21 میلیون و آلفونسو پرز 16 میلیون خریداری شدند که از برای کلی نفران در مجموع 113 میلیون یورو به دست آورده شده. 3 نفرشان به پول از دست رفتند و تنها از برای لوپس 3.5 میلیون یورو باز آمد و خلاص. خلاص بارسا آن زمان 109.5 میلیون یورو از دست داد، اما انجام دهی گزارش‌های جالب به مثال رونالدینیو، ریکاردو کوارزما، رافا مارکز و وان برانخورست بر عوض 44 میلیون یورو و دعوت رایکارد دیگرگونی‌های انیق به معنای مثبت به میان آورد و دکوی بر عوض کوارزما آمده وضع را به کلی به نظام آوردند. وضع فعلی باشد به همان مانند بوده. بارتومئو وقتی راهبریش چنین فروشکاری‌های از لحاظ مالوی نادرست انجام داد. فیلیپ کوتینیو 140 میلیون، عثمان دمبله 120 میلیون و آنتوان گریزمان 120 میلیون که در مجموع 380 میلیون یورو تشکیل داده. این مورد هم لاپورتا با انجام دهی فروشکاری بزرگ چهره‌های نو را به دسته دعوت کردن است. آن زمان اگر رونالدینیو پیشوای یگانه بود، این نوبت باشد چنین نفر مسی بوده. تمدید کنی شرطنامه با او و مثال گزارشی نو است. با وجود بازی باوری بخش سرخیو بوسکتس و ژوردی آلبا، لاپورتا همچنین به دستبران تیم خویش چون مینگسا، پوچ، اراوخو، پدری، فاتی، ماریبا سخت باور داشته در راهی برآمدن از بحران شدیدی مانند به موسم سالهای 2002-2003 سینه سپر نموده است. همچنین پرزیدنت نو از گزارش 3 بازیگر بی پول سرخیو آگوئرو، جورجینیو وینالدوم و اریک گارسیا خبر داد. حمایتگر 20 ساله منچستر سیتی اریک گارسیا هنوز سال 2018 به تیم انگلیسی گزارش نموده با بارسلونا باشد شرطنامه تا سال 2026 امضا نمود. هرچند که در مسیر 2 موسم اریک گارسیا تنها 19 بازی در پرمیر لیگ انگلیا گذرانیده است. کاتالانی‌ها پس از امضای شرطنامه 400 میلیون یورو گارسیا را نرخ‌گذاری کردند. هجده‌های فوتبال انگلیا باشد بهر گزارش‌های نوین 150 میلیون پوند به دست آورده. نوبسته از موسم بی‌جایزه‌ای سولشر از امیو دستگیری‌های نو گرفت. در این مورد ESPN خبر داده با سرمربی اوله گونار سولشر معلومات دادند که امیو بدون به حسابگیری خریداری دروازه‌بان استون ویلا تام خیتون
با 3 بازیگر دیگر را خریدنی است. در همین حال مانیکویانیان نیت کردند که موقع خط حمله قسمت کناری نیمه‌حمایه‌گر تکیه‌گاهی و حمایه‌گران کناری و مرکزی را پرقوت نمایند. برای سولشر باشد لازم آید که معین کند که کدام از این قسمت‌ها را مستحکم کردن می‌باید. به نظر من دعوت بازیگری خط دفاع برای دیوانی سرخ به منفعت کار خواهد بود و این هم در حالی است که MU با وجود اشغال مقام دوم پرمیر لیگ انگلیا 44 گل به دروازه‌اش سر داده در میان چهارگانه بزرگ این نشانداده بدترین است. وقتی که گپ سری مردم شرط و ضرور است، در چنین حال باید که از دسته مردمی نیز گفت. دسته مردمی اسپارتاک گوستیل را دوباره به نیدرلندها فرستاد و پس از آنی که این نیدرلندی در صف گلادیاتوران هیچ قابلیت خاصی نشان داده نتوانست، اجاره تیل به فینورد علاقه تصدیق خود را یافته و اگر تیل کمتر از 50% بازی‌ها را تا سنه 1 می گذراند، مسکوگی‌ها باز گوس را برمیگردانند. خود اجاره بازیگر باشد 1 سال مهلت داشته. اطلاع داده میشد که پیش از رفتن به اجاره گوستیلی 23 ساله با اسپارتاک مسکو تمدید شرطنامه تا سال 2024 نموده است. پس از رفتن زیدان بسیارها باور داشتند که کانته مربیگی دسته شاهانه را بر دوش خواهد گرفت، ولی اخیراً معلوم شد که پرس یکی از مربیان سابق این تیم را دعوت نمود و آن هم دون کارلو می باشد. کارلو آنچلوتی با تیم شاهانه در سال 2014 جام لیگ قهرمان‌ها را به دست آورده. شروع از موسم نو کوشش به خرج می‌دهد که جانب لاس بلانکوس را برای شرف برآورد. متخصص ایتالیایی 66 ساله که رئال را سالهای 2013-2015 تمرین داده و با دسته 4 جایزه به دست آورد، سالیان زیاد نه آنقدر رخشان است. مثلا نتیجه‌های ناموفق کاری با باواریا و ناپولی و 2 موسم بدون ایوروجام‌ها با اورتون از دلایل روشنی هستند. پس اگر با اورتون پیوسته در زینه‌های 6 و 7 قرار گرفته زینه‌های 10 و 12 بگیری، در این صورت پیشگویی‌های مثبت نمودن کار آنچلوتی نهایت مشکل خواهد بود. حمایه‌گر دستانی استرالیایی باشد پس از 12 سال مسند ورزشی پرشرف در تیم میونخنی رسما گزارش به پول برای رئال مادرید انجام داد. شرطنامه 5 ساله دیوید آلابا با دسته فلورنتینو پرس همچنین معاش 12 میلیون یورو سالانه به بازیگر منتخب استرالیا معین کرده. جانب لاس بلانکوس باز خط دفاع را خیلی هم پرقوت نمود. دیوید آلابا باشد در صف باوار میونخن 10 مرتبه بوندسلیگا را به دست آورده، همچنین دارنده 6 جام آلمان و 5 سوپر جام این کشور می باشد. در ردیف چنین دستاوردهای پرشرفی داخل آلمانی، آلابا با ماشینه سرخ 2 مرتبه در لیگ قهرمان‌ها غالب شده، 2 سوپر جام اویفا و جایزه چمپیونات جهانی باشگاهی را طوری سر برداشته است. پس با وجود آنی که زیدان هم از سر وظیفه در رئال کنار رفت و تقدیر راموس هم تا حال ناروشن میماند، با وجود چنین مقامی خاصه آلابا برزم یکی از بازیگران گرانمزدترین بودنش همچنین مقام پیشوایی دسته شاهانه را هم بر دوش خواهد گرفت. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه ترانسفر در عمل. بهر دسترسی جالبترین مطلب ها سر ارتباط ترانسفری ما را پیگیر باشید.